اینجا تهران است. 14 مهر 1286 شمسی که به روز تهران هم معروفه. قانون اساسی مشروطیت به تصویب رسید و در عصر 4 اون تهران به عنوان پایتخت ایران رسمیت پیدا کرد. بعد از شکل‌گیری تهران، محله‌هایی در قسمت‌های مختلف تهران ایجاد شد. یکی از اون محله‌ها محله قجرها بود. منطقه‌ای که بعدها قلعه یا همان شهر نو نام گرفت. در ابتدا قرار بود منطقه‌ای تازه برای زندگی خانواده قاجار باشد. ولی با گذشت زمان و حوادثی که رخ داد، تغییر کاربری داد و این منطقه وسیع به شکل دیگری استفاده شد. توی این محتوا میخوام داستان واقعی از محله جنجالی و پرسر و صدای تهران براتون بگم که هیچ وقت داستان اون تمام نمیشه و هر روز یک رازی از اون فاش میشه. همه از پیر و جوان درباره این محله زیاد شنیدیم. این مکان جایی نیست جز شهر نو، محله‌ای بدنام و پرماجرا که در اون زمان جنوبی ترین نقطه تهران بود و در حال حاضر در مرکز تهران واقع شد و محلی بود برای سرویس دادن و اسکان دادن کارگران جنسی. در این ویدیو تمام اطلاعات و ابهامات و ناگفته های این محله رو براتون مو به مو توضیح میدم که تاریخچه پیدایش این محله به چه زمانی برمیگرده، چگونه ساخته شده و هدف از ساخت اون چه بوده، چطور معروف شد و کوچه و خیابان‌های این محله از گذشته تا حال رو بررسی و نقد میکنیم. قبل از هر چیز بهتون پیشنهاد میدم عضو کانال ما بشین، چون با سابسکرایب کردن کانال ما ویدیوهای بعدی این کانال رو از دست نمیدید و کلی اطلاعات مفید که هیچ جا ندیدید و نشنیدید به دست میارید. پس همراه من باشید. تهران در زمان محمد علی شاه در حال گسترش بود و ارگ جای مناسبی برای خانواده سلطنتی محسوب نمی‌شد. از طرف دیگر محمد علی شاه باغ شاه را بیشتر از کاخ گلستان می‌پسندید. پس منطقه‌ای در نزدیکی باغ شاه برای اسکان خانواده خود انتخاب و به نام محله قجرها نامگذاری کرد. برای اینکه سیر تحول این محله رو ببینید با بقیه ویدیو همراه ما باشید. این منطقه در جنوب غربی و بیرون از حصار شاه طهماسبی تهران بود. در زمان احمدشاه قاجار قرار شد در نزدیکی این منطقه دروازه‌ای تازه به نام دروازه قزوین ساخته شود. در کشاکش جریانات سیاسی یعنی تعطیلی مجلس دوم و جنگ جهانی اول و قرارداد 1919 و بعد هم کودتای 3 اسفند 1299 ساخت محله قجرها که در پشت دروازه قزوین تهران قرار داشت متوقف شد و ساختمان‌های نیمه کاره آن محله‌ای برای پنهان شدن خلافکاران شد. در همین حدود بود که شخصی به نام محمود عرب چندین شیره‌کشخانه را در این منطقه ساخت و تعدادی از زنان بدکاره تهران را در خانه‌های کوچه‌ای که به اسم او و به گذر حاج عبدالمحمود معروف بود اسکان داد.
کم کم محله در حال شکل گرفتن است. اگر تا اینجای ویدیو براتون مفید بوده، این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو کامنت کنید. در ادامه با ما باشید. جعفر شهری در کتاب تهران قدیم نوشته که فاحشه‌ها در دوران قاجار در پشت خندق‌های شهر زندگی می‌کردند که خندق‌های بین دروازه شاه عبدالعظیم و دروازه غار پاتوق آنها بوده. با روی کار آمدن دوره پهلوی قرار دادن زن‌های فاحشه در یک منطقه علاوه بر جداسازی آنها از زنان دیگر باعث می‌شد که دسترسی و کنترل آنها بهتر باشد. اما بعدها پای این مراکز به سیاست کشیده شد و از آنها برای منافع سیاسی بهره برداری شد. از مهمترین استفاده های ثبت شده از این زنان در عصر مشروطه بوده که در ویدیوهای بعدی کامل به این مقوله میپردازیم. اگرچه در قوانین اسلام روسبیگری و تنفروشی گناه است و مجازات دارد، اما تا پیش از انقلاب اسلامی ایران محله هایی برای اسکان این زنان وجود داشت تا از سایر زنان جدا باشند و به اصطلاح کنترل آنها راحت باشد. تا قبل از دوره پهلوی این مسئله به صورت مخفیانه بود. مثلا ژان شاردن جهانگرد فرانسوی در خاطرات خود نوشته که در عهد صفوی در پشت بازار قیصر اصفهان در کوچه‌ای معروف به خیابان 12 تومانی منزلی بود که در آن چندین روسپی زندگی می‌کردند. بعد از انقراض قاجاریه در آبان 1304 و با روی کار آمدن پهلوی اول، رضا شاه آنچه با نام قاجار بود را تغییر داد. مثلا نخستین کاخی را که قاجاریه ساخته بود و به نام قصر قاجار بود به زندان قصر تبدیل کرد. اقدام بعدی رضا شاه حرمسرای ناصری که یکی از بزرگترین بخش‌های کاخ گلستان بود و در شمال مجموعه ارگ قرار داشت بسته شد و رضا شاه دستور داد به جای آن ساختمان دارایی ساخته شود. به این ترتیب صدها زن و دختر حرمسرا که جایی برای رفتن نداشتند همگی به سمت دروازه قزوین کوچانده شدند و در این منطقه رها شدند. حالا این زنان که کاری بلد نبودند و سوادی هم نداشتند برای امرار معاش به تنفروشی روی آوردند. رضا شاه دستور داد که این زنان در محله قجرها اسکان داده شوند. در این محله فردی به اسم زال محمد زنان و دختران بیپناه را اسکان داد و آنها را مجبور به تنفروشی کرد. از آنجایی که این زنان در محیطی بسیار بد زندگی می کردند، اکثر آنها بیماری مقاربتی داشتند و این بیماری در این محله شیوع پیدا کرد. به همین خاطر برای جلوگیری از شیوع بیماری فاحشه ها جمع آوری شدند و زاغه ها و آلونک ها تخریب شد و شخصی به نام قوام دفتر
مسئول نقشه‌بندی و بازسازی محله شد. قوام دفتر خیابان جدیدی به موازات خیابان حاج عبدالمحمود ساخت و یک فرد زرتشتی خیر به نام ارباب جمشید که از زرتشتیان هند و تاجر ایرانیان اصل مقیم هند بود، هزینه احداث 10 خانه را در این محله برای اسکان زنان فریب خورده و بی سرپرست تقبل کرد و برای تأمین مخارج این زنان 10 باب مغازه در این منطقه ساخت تا از کرایه آنها به زنان بی سرپرست حقوق ماهیانه داده شود که دیگر به فحشا باز نگردند. اما محله جمشید خیلی زود به قلعه و شهر نو پیوست و این خیر فقط نامش باقی ماند. در زمان جنگ جهانی دوم تعدادی از لهستانی‌های آواره که در اردوگاه‌های روسیه بودند به ایران منتقل شدند. در میان این لهستانی‌ها زنانی بودند که مانند سایر آوارگان جنگی در میدان ژاله تهران اقامت داشتند، اما از عهده خرج روزانه خود بر نمی آمدند. این زنان هم برای روسپیگری و امرار معاش به شهر نو آورده شدند و در انتهای خیابان دوم شهر نو اسکان یافتند که این کوچه به نام کوچه لهستانی ها معروف شد. با وجود این همه زن فاحشه در این منطقه، باز هم شهر نو برای تهرانی ها معروف نشد تا در جریان کودتای 28 مرداد 1332 بر سر زبان ها افتاد. کودتاچی ها با چند تن از زنان معروف این محله از جمله پری بلنده و پروین آجدان قزی و ملکه اعتزادی با عده دیگری از لادهای اون زمان مانند شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ به خانه مصدق نخست وزیر وقت حمله کردند و خواستار برکناری آن شدند. بعد از این جریان به خاطر همراهی و نقش این زنان در کودتای 28 مرداد دولت زمین‌هایی برای ساخت خانه‌های بیشتر در این محله به این زنان واگذار کرد و سهام‌هایی هم در بانک‌های دولتی بهشان تعلق گرفت. بعد از این جریان به دستور فضلالله زاهدی نخست وزیر وقت دیواری به دور محله شهر نو کشیده شد و این محله پس از آن شکل قلعه گرفت و به نام قلعه زاهدی معروف شد. بعد از این جریان قلعه یا شهر نو معروف شد و خانم رئیس ها و باجخورهای این محله به شکل قانونی فعالیت داشتند و زنان و دختران و دختر بچه و حتی پسر بچه ها به این محله آورده شدند و با تنفروشی پول خانم رئیس های این محله را می دادند و از مردها کتک می خوردند و به دام اعتیاد می افتادند و با کلی چک و سفته مجبور بودند همیشه کار کنند و جیب شیادان را پر کنند. محله جمشید از نگاه دیگر به دو بخش قلعه و نجیب خانه تقسیم شد که در واقع قلعه محل کار و تنفروشی و نجیب خانه محل زندگی عادی روسپی ها بود.
ده‌ها کافه و تماشاخانه هم در این محله ساخته شد، از جمله کاباره معروف شکوفه 9، مهمترین و بزرگترین کاباره اون زمان بود. شهر نو در اوایل دهه 50 135,000 متر مربع مساحت داشت. این منطقه به دو قسمت اصلی و فرعی تقسیم می شد. قسمت اصلی شامل خیابان‌های کمیل یا شاهرخ سابق، دروازه قزوین، قنات آباد و قوام بود که 36 کوچه داشت و در هر کوچه 30 تا 50 خانه وجود داشت. خانه ها دور تا دورش اتاق بود و در هر اتاقی چند زن و مرد زندگی می کردند و از همانجا هم کاسبی و تنفروشی می کردند. شهر نو پس از کودتای 28 مرداد توسط روسپیانی که هر کدام صاحب صدها متر زمین اهدایی و خانه شده بودند وسعت یافت. اما شهر نو همیشه شهر نو باقی نماند و سیر حوادث برای برخی از این روسپیان بینوا سرنوشت دیگری رقم زد. بعضی از آنها ماندند تا بعد از انقلاب به روی دیگر قدرت در ایران نیز خدمتی کرده باشند. هنوز شاه سقوط نکرده بود که آن شهر در 10 بهمن 1357 با تعدادی از ساکنینش سوزانده شد. ملکه اعتزادی که مؤسس شهر نو بود، قبل از پیروزی انقلاب به خارج ایران فرار کرد. پریبلنده و چند تا از رفقایش به جوخه اعدام سپرده شدند. دیگر روسپیان از مهلکه گریختند و در خانه ثابت پاسال که مصادره شده بود با آب توبه غسل شده و چادر به سر کردند و تحت ارشاد جوانان مذهبی قرار گرفتند و به عنوان مدافعان اسلام دستچین شدند و به ارشاد زنان و دختران پرداختند و تعدادی هم نگهبان زندانها شدند تا به این شکل کفاره گناهانشان را پس دهند. شهر نو سوخت و قلعه زاهدی به سایت‌های اینترنتی و دوستیابی و خانه‌های عفاف و کوچه و خیابان‌های سراسر کشور منتقل شد. به نظر شما آیا تخریب شهر نو به نفع جامعه شد؟ منتظر نظرات شما هستیم. لطفاً با لایک و سابسکرایب کانال ما از ما حمایت کنید و ویدیوهای بعدی رو از دست ندهید. به امید دیدار.